زیر صدای موسیقی زنده کتاب خواندن را تنها در کتابخانه مرکزی شهر بوستان ولایت سوخت مشاهده نمودن ممکن است، زیرا انسامبل نوای بوستان و کتابخانه مرکزی شهر پسی هم جایگیر شده است و آواز بلند سرودخوانی دخترک همه جا را فرا گرفته است. 6 کرسی برای خوانندگان کتاب جدا شده است و آنها در کنج کتابخانه مطالعه کتاب میکنند. آواز بلند سرودخوانی یک مسئله باشد، نبودن تالار خوانش و کتابخانه خنک دیگر از جبهه موضوع است. سال 2009 کتابخانه در قصر فرهنگ شهر بوستان جای داده شد و تا این دم هم جای فعالیت دارد. مخزن عمومی کتابخانه 39191 نسخه را تشکیل می‌دهد. از آن زیاده از 4500 کتاب‌های زبان تاجیکی و باقی مانده به زبان روسی میباشد. کتابخانه دارای یک فیلیال است در شهرک ولوس موجود میباشد. فوند عمومی کتابخانه 10500 نسخه را تشکیل می‌دهد. عموما ما تنقیص میکشیم از کتاب‌های زبان تاجیکی. خوانندگان بسیارتر طلبات به زبان تاجیکی دارند. بغیر از این ما تالار خوانش نداریم. در آینده در نقشه هست که باید کتابخانه نو تأسیس داده شود. با همه تجهیزات زمانوی باید که کتابخانه به استفاده داده شود. مسن کلان کتاب در کتابخانه مرکزی شهر بوستان جمع آوری گردیده است، اما از حساب تنگ بودن مکان فوند کتاب مجبورند که در تالار رقص نیز جایگیر نمایند. تا کوچاندن کتابخانه این حجره رقص بود و به طلبات کتابخانه جوابگو نیست. آنها امید دارند که تا 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بینای نو کتابخانه به استفاده داده می شود. ما تا قدر امکان برای خوانندگان شرایط فراهم می‌آوریم. در همینجا نشسته آنها کتاب‌های درخواستیشان را می‌توانند مطالعه نمایند. کتابخانه سال 2009 از کارخانه وستوک ریدمید به قصر فرهنگ گذرانده شده است. بعد کتابخانه شهری نام گرفت. حالا هر سال 5000 سومون برای خریداری کتاب‌های نو مبلغ جدا شده است از بودجه دولتی. ما فقط کتاب‌های درخواستی را ما در دسترس می‌نماییم. محفوظه عطاغنی و دانشجو میباشد و وقت زیادی خود را در کتابخانه میگذراند. پیوسته در پی جستجوی دانش بوده، سرچشمه ها و ادبیات ها را از کتابخانه عمومی ولایتی به نام تاجخواجه اسیری دسترس میکند. به گفته محفوظه هرچند شرط و شرایط نسبت پیشین در کتابخانه خوب گردیده است، اما حال نیست بهبودی را میخواهد. شبه های خدمت رسانی کتابخانه با تجهیزات های برقی گرم میگردد، لیک در حالت پس بودن جریان برق و یا سردی هوا کتابخانه نیز خنک میگردد. ما از کتاب‌های و الکترونی نیو کتاب‌های هم تو خوانش استفاده میبریم که کم کم اگر وقتی که وظیفه میشد به ما میایم از اینجا استفاده میبریم. همه تجهیزات‌های برقی کار کرده ایستاده است. از برین دیده بسیارتر گرم هست و باز هم از این هم بهتر شد، باز خوبتر میشد. برای آن که ما با پالتو میشینیم به ما خلال میرساند با کار کردن. تالار کلان کتابخانه عمومی ولایتی به نام تاجخواجه اسیری پر از آدم است، اما اکثریت حضور داشتگان اتیکت نشستن در تالار خوانش را نمیدانند. هرچند تجهیزات های گرمی دهنده فعالیت دارند، همه با لباس زمستانه و سرپوش از پی کتابخانه اند، به همدیگر خلال میرسانند. بعضی ها را مشاهده نمودن ممکن بود که نه برای کتابخانه آمدن بلکه عشق ورزی دارند و دیگران مشغول تلفن های موبیلی اند. کتاب های تاجیکی، روسی و ازبکی برای خوانندگان پیشکش میگردد. کتابخانه امروز برای خوانندگان تمام شرایط مهیا کرده است. از جمله مثلا در دسترس کنی کتاب ها، مثلا از روی طلب و درخواست خوانندگان همه ساله از مبلغ های جدا شده کتاب خریداری میکند. مثلا اگر تکرار شده میگم تحلیل های آماری نگاه کنیم، اگر تا همین روزه قریب 1000 نسخه ادبیات دسترس کرده شده است که این هم باشد از روی طلب و درخواست خوانندگان است و اینچنین در تالارها تمام شرایط ها مهیا است. از حساب مبلغ هایی که با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در تالارهای کتابخانه، شعبه های کتابخانه تجهیزات های گرمیدهی مجهز کرده شدند. کتابخانه البته سال 2017
ба маблағ бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти суғд ба маблағи 432 000 сомони бонпӯш карда шуд ва ҳоло дар назар аст ки мо шӯъбаҳои китобхонаро дар соли оянда таъмири куллӣ мегузаронем. насли калонсол ва масъулин ҳамеша ҷавононро сарзаниш мекунанд ки китоб намехонанд, лекин дар як китобхона мусиқии баланги гӯшхарош садо медиҳаду дар дигар бино ҳавои хунук маҷбур сохтааст ки ҷавонон ба китобхона нараванд. эълон гардани озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ низ барои ҷалби хонандагони китоб дар толори хониш кӯмак нарасонид. масъала то кунун роҳи ҳалли худро пайдо накардааст. насли имрӯз ба шабакаҳои иҷтимоӣ рӯй оварданду ба китобхона намераванд ё шарту шароити китобхона онҳоро маҷбур сохтааст ки дар хонаи худ монанд. сари ин масъала ҳар як шахс фикри худро дорад ва онро гуногун таҳаммул мекунанд. Фаррух Усмонов, Абдукарим Каримов, Навид аз Вилояти Суғд.